دوستان مهربان، مسابقات پهلوانی آغاز شده. بریم ببینیم قند اولت کی به نام خود اعلان میکنه و با ما همراه باشیم. حمیدالله ایماق از کلپ پهلوانی کوه دامن غور مقابل او جاوید احمد احمدی قرار هست که در قند اول به مسابقه بپردازند. ورزشکاری که امسال عضویت تیم منتخب ولایت هرات در وزن 90 کیلوگرم از ولایت زیبای غور به دست آورده. او آمد تا در مقابل پهلوان برتر ولایت هرات یعنی جاوید احمدی مسابقه انجام بده و جاوید احمدی در آخرین تقابل خود مسابقه رو واگذار میکنه و اما در مسابقات پهلوان برتر موفق شد با نتیجه چشمگیری عضو سبیه ترین پهلوان برتر ولایت هرات باشه. او همراه دو همکلپی خود میلاد جمشیدی و همچنین سید شفیجان که از کلپ انصارن موفق شدن سه پهلوانی باشند که مقام اول و دوم و سوم را از آن خود ساختند. امروز در مقابل حمیدالله ایماق در قند اول به مسابقه پرداخته. در 5 تقابل اخیر خود جاوید احمدی 1 شکست و 4 پیروزی به نام خود به ثبت رسانده. اما حمیدالله جان هم از ولایت غور تشریف آوردن و امروز اولین مسابقه در مقابل جاوید قرار تجربه کنه. سال گذشته هم حمیدالله جان آمدن و در قند اول همراه نصیر احمد جان صوفی زاده مسابقه کردن که با نتیجه 1-1 مسابقه اینا به اتمام رسید. بله، بعد ببینیم که مقابل جاوید احمد احمدی چه کار میکنه و چه عکس العملی رو نشان میده. طوری که جاوید جان گفتن بعد از گذشت 1 سال این پهلوان غوری آمده در میدان پهلوانی ولایت هرات. اشاره‌ای هم داره به داورای حاضر در میدان که کشتی به نفع او هست، اما هنوزم مشخص نیست که نتیجه نهایی چگونه و به نفع کی خواهد بود. بله، ببینیم در تکرار صحنه از حرکت دورون پایی استفاده میکنه اما جاوید احمد شانه خیلی میکنه و تصمیم داورها هست و ببینیم که به نفع کدام ورزشکار میشه. بر اینجا نکاتی را یادآوری میکنه سرمربی کلپ پهلوانی کوه دامن غور برای حمیدالله ایماق، ورزشکاری که در مقابل جاوید احمدی در راوند اول مسابقه انجام دادند و در این سمت جاوید احمدی را میبینیم، ورزشکاری که لحظه ای را استراحت میکنه و همچنین منتظر این هست که ببینه نتیجه چه کار میشه. بله، اینجا در میانه تشویق تماشاچیان کلپ کوه دامن غور قرار میگیره حمیدالله ایماق و به این معناست که او در راوند اول موفق شده پیروزی را از آن خودش بکنه و 1 راوند پیش بیایه. طوری که دیده میشه دست نمیده حمیدالله ایماق و همچنین در سمت مقابل جاوید احمدی هم صحبت‌هایی را داره و مسابقه‌ای که هنوز راوند دومش آغاز نشده. بله، حالا آغاز شده در راوند دوم مسابقه این دو ورزشکار برتر کلپ کوه دامن و انصار. در راوند دوم از حرکت زنگه چپه استفاده میکنه جاوید احمدی و کمر حمیدالله ایماق رو به زمین میزنه. طبق انتظارها درخشش خودش نشان میده و این گونه در میان تشویق تماشاچیان کلپ پهلوانی انصار قرار میگیره. جاوید احمدی کمر حمیدالله ایماق در راوند دوم به زمین زد. 1 بار حمیدالله رفت که جاوید بلند بکنه، ناموفق بود و سپس این گونه با زیبایی هرچه تمامتر موفق میشه که پیروزی را از آن خودش بکنه و نتیجه را 1-1 بکنه. ببینیم که راوند سوم چه کار خواهد شد. بله، طوری که دیده میشه حمیدالله ایماق حاضر نیست که در راوند سوم مسابقه انجام بده و به تصمیم ریاست فدراسیون کشتی محلی و بلواکویش ولایت هرات قند و یا همان جایزه از طرف شرکت فولاد سیکلت برای جاوید احمدی اهدا میشه و جایزه نقدی هم از طرف معاون شرکت فولاد سیکلت دریافت میکنه. جاوید جان احمدی تبریک میگیم برای این پهلوان خوشنام و نشان ولایت هرات و اینجا چهره مسعود رو میبینیم که از کلپ پهلوانی کوه دامن غور وارد میدان شده. جاوید جان امروز واقعا پهلوانان کوه دامن غور